روز نهم ایل در ازبکستان انتخاباتی پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. شهروندان این کشور که در تاجیکستان زندگی میکنند توانستند در سفارتش در دوشنبه آواز دهند. صبح برخت اینجا حوزه انتخاباتی بازگردید. در صحن سفارت تابلوی نامزدها به کرسی پرزیدنتی نصب گردیده است. اکثر رای دهندگان پیش از آنکه انتخاب خود را داشته باشند از این تابلو بازدید میکنند. در داخل مسئولین شناسنامه شهروندان را دیده به آنان ورقه انتخاباتی میدهند. من اینجا برای آوازدهی آمدم. در ازبکستان سالهای اخیر تغییرات کلی و نظررس جریان دارد و من میخواستم این تغییرات باز هم وسعت یابد، خصوصا شرایط برای جوانان بهتر گردد. برای کرسی پرزیدنتی 4 نامزد تلاش داشتند. اولوغبک عنایتوف از حزب خلقی دموکراتی، رابخان محمودا و از حزب سوسیال دموکراتی عدالت، شوکت میرزایف از حزب لیبرال دموکراتی و عبدالشکور حمزایف از حزب اکولوژی. در تاریخ ازبکستان محمودا و اولین زن نامزد به کرسی پرزیدنتی است. در ازبکستان سالهای اخیر تغییرات کلی و نظررس جریان دارد و من میخواستم این تغییرات باز هم وسعت یابد، خصوصا شرایط برای جوانان بهتر گردد. اینجا آدمی ارزنده یک نفر است. یک نفر که امید همه خلق به همون آدم است. این همه میدونم. اونوری هر چیز آدم نیست که اینجا کار رهبری کند. چارشناس نیمیس گفته است که دو خلق از یکدیگر جدا کردن نمیشود. این یکی ازبک و تاجیک. برای چی؟ برای خندهشون یک خیل، تبسمشون یک خیل، عرف و عادتشون یک خیل، توی و مراسمشون یک خیل. برای همین دوستی بین ما دیگر ابدی شد و ما بسیار مهر و محبت خدا در دل ما ایجاد کند و ما یکدیگر را بین نکنیم. انتخابات مذکور انتخاباتی پیش از مهلت است. شوکت میرزایف سال 2021 پرزیدنت انتخاب شده بود و تا انتخابات نوبتی دیگر بیش از 3 سال مهلت داشت. ولی ماه اپریل سال جاری به سرقانون این کشور طریق رای پرسی تغییر و علاوه ها وارد کرده شد که آن مهلت پرزیدنتی را از 5 تا 7 سال تمدید کرد. پس از این میرزایف از ادامه مهلت پرزیدنتیش دست کشید. با اطلاع پیشکی در انتخابات کنونی بیش از 15 میلیون نفر یا خود قریب 80% رای دهندگان شرکت کرده اند و بیش از 87% آنها به جانبداری از شوکت میرزایف آواز داده اند. او بار دیگر پرزیدنت ازبکستان انتخاب می شود.